السلام ای دوستان، ای دوستداران، السلام. مهربان و دلستان و چهره خندان، السلام. زندگی از مهربانی های ما گل می کند. مهر یاران، مهرداران، مهربانان، السلام. سلام و درود سرشار از مهر و محبت و صمیمیت نثار یکایک شما باد. تماشابینان عزیز و گرامی قدر تلویزیون سیما و هواداران برنامه مهرنامه، چون هر وقت پیشنهاد شما میگردد ثبت نوبتی برنامه مهرنامه و با شما هستم راوی برنامه رخشانه ناروا. امروز ما برای ثبت نوبتی برنامه بخشیده به روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 قرار داریم و بیایید یک جایه از مهارت و ملکه شعرخوانی کودکان این دبستان آگاهی می‌یابیم. مرحمت. خواننده صنفی 2 برهانه مهینه هستم. مادران نوروزیای زندگی، مادران صبحی صفای زندگی، مادران سرچشمه دریای مهر، مادران مشکل کشای زندگی، مادران را قلب دایم دستان، مهرشان باعث عمر جاویدان. بهترین دلسوز و غمخواری شما مادران و مادران و مادران. من رحمان‌الله شهزاده صنف 2 و صلح جاویدان، آسمان صاف، بحر کودکان. من خواننده صنف 2 و باباجان و امینه. ای مادری من، ای مهربانم، نام خوشی تو ورد زبانم. عیدت مبارک، عیدت مبارک. من قایبا مولانجان، خواننده صنف 2. وقتی کلام میشوم به عسکری میروم، میپوشم به سر خود یک کلاه خوشنود، از آن یکم بر این ستاره اشتیلا برد. ای که کلام میشوم که به عسکری میروم، 1 و 2 و 3 4 عسکری تپت تیار. من بطیب بیسارا خواننده صنف 4 ب وطن مسئول حفظ خاکت هستم. لیوا برداری نام پاکت هستم. بود آرام و مرز و مردمت شاد، دلاور عسکری به باکت هستم. تو افسری هموطن، برادری سربلند، در دفاع سرزمین از دشمن نمایی امین. من از تو فرق نمایم، به دوستانم بگویم که شما هستید سپر بر وطن ما بنگر. گلشنی پرنعمت دوران من، منبع الهامی به پایان من، قوت در دل نور در چشمان من، هم به هر یک درد من درمان من. این دیار تاجیکستانی من است، مادری دلبند و جانانی من است. در کنارش ناز و جوان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم. از لب ناند وطن من قوت پیدا کنم، در لب خواند وطن خوش صحبت برپا کنم. راهک کافی مرا تا بر مراد دل رسم، در کف خاکت وطن من خویش را دنیا کنم. من قلندر و نوربانو صنف 4 گ ایال تاجیکستان آزادی من، امید دل و خاطر شادی من. چو فرزند تو حاضرم بر دفاع، به حفظ تو جان را نمایم فدا. وطن باعث افتخارم تویی، وطن مبدأ اعتبارم تویی، وطن تار و پود وجودم تویی، وطن قبلگاه سجودم تویی. من محمد شریف حاج قربان می باشم، خواننده صنف 4 گ. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردون ها برم، حافظی آزادی و بحر و برم. میسر آیم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. صلح چون خورشید تابان هر سحر، می شود از کشوری من جلوگر. میسر آیم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. من مؤمنه شارخجان صنف 2 و وطنی من، جانی من، نور دو چشمانی من، آغوش دلربایم، راحتی روانی من.
من داداچه و بیبی آیشه میباشم، خواننده صنف دوی و. اگر خسم خسی تو ام، اگر خسم خسی تو ام، زمین مادری ایمان، وطن 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 وطن. وجود توست از دو تن، تن زمین جسم من و تو ام هم وطن، وطن 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 وطن. من نظرова مریم، خواننده صنف 4B. تاجیکستانی زیجان شیرین‌ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. دوست دارم خلق گلدستی تو را، چشم‌ها و روی پرشستی تو را. دوست دارم کوه و دشتت را جان، هر غزالیش و سرمستی تو را. دوست دارم ریزنگانی تو را، باغ و راغ پرز احسانی تو را. دوست دارم هر نهالی سبزی تو، هم بدخشان هم زرفشانی تو را. من محمدی و شریف ما خواننده صنف 4B می باشم. وطن جان من، هم مکان من، فخرم به نامش، با صبح و شامش. ما را مادروار گیرد در کنار، باغ وی زیبا جای تماشا. میوه دهد بیش بر شاه و درویش، وطن بی کنار، شهر وی قطار. کوهش سربلند بر ما وی پسند، خدمت وطن را با جان دلها میکنیم اجرا. من نظام و آچه جان، خواننده صنف 4B هستم. با صد عذاب و رنج ما را کلان کردی، اشکان چشمت را از ما نهان کردی. با صد عذاب و رنج ما را کلان کردی، اشکان چشمت را از ما نهان کردی. فصل جوانیت با رنج ما بگذشت، مادر برای ما عمرت خزان کردیم. فصل جوانیت با رنج ما بگذشت، مادر برای ما عمرت خزان کردیم. سراب ناصر جان، من خواننده صنف 4B. دل به غم وطن فگار، من نکنم که میکند. جان برای وطن نثار، من نکنم که میکند. در بد و نیک او شریک، من نشوم که میشود. هر نفس بعد شکار، من نکنم که میکند. سکه برای اختران، من نزنم که میزند. رهنه به عالم هزار، من نکنم که میکند. باری ره مراد را، من نکشم که میکشد. راه سبوک بر ره سپار، من نکنم که میکند. آتش احتراز در، من نکنم که میکند. من جره و نوربانو، خواننده صنف 4B. ایا تاجیکستانی آزادی من، امیدی دل و خاطری شادی من. چو فرزندی تو حاضرم بر دفاع، به حفظی تو جان را نمایم فدا. وطن باعثی افتخارم توی، وطن مبدئی اعتبارم توی. وطن تار و پودی سجودم توی، وطن قبلگاهی وجودم توی. من خواننده صنف 2B. سفرزاد اسمن است، خاکی وطنم سرمه ای چشمانی من است. رای وطنم آینه ای رخشانی من است. نوری وطنم آفتاب تابانی من است. مهری وطنم در دل جشانی من است. من را وطنم تربیه بسیار نمود، فرزندی به خود نیک و وفادار نمود. من سفرزاد نوزافرین صنف 4B. ای وطن اینقدر نغز و جان پروری، من کلان می شوم می روم عسکری. بر سرت آفتاب در برت جان شود، بر زمینت بهار ابرو باران شود. نامی من قهرمان، رستم اجدادی من، در جهان جاویدان ملک آزادی من.
من خواننده صنف 4G سبحان و انیسه میخواهم درباره وطن شعر گویم. مکان جاویدان ما وطن، حیات مهربان ما وطن، زمین پاک و هم نجات ما، هوای آب و نان ما وطن. من روزه و فاطمه میخواهم که در وزن مادر شعر گویم. مادر جان، مهری مادر جان در جان، هر جا مادر جان باشد هر مشکل آسان باشد، در پیشکی مادر جان گریه کردن هم آسان. برهانا و نرگس وطن تا من سزاواری تو باشم، برایت تا شوم ارزنده فرزند، روم با راهی مردانی نکوهد، بگیرم از خردمندانی تو پند. وطن تا که بماند جاویدانه، در آغوشی تو هر یک قهرمانت، بیاموزم همیشه قهرمانی، زی هر یک قهرمانی جاویدانه. من همراه امیده آفتابت شعله افشان، آسمانت اختریستان، اختری من در فضایت تاجیکستان، مرزه سبز دهقان، خاک زرخیزی زرافشان، سرزمینی راد مردان، تاجیکستان. من اسرافیلزاده محمد خواننده صنف 2A وقت کلام میشوم به عسکری میروم، میپوشم بر سر خود فرشکه خوشنمود، از آن احکام بر این ستاره اش تلاگین. ای کی کلام میشوم کی عسکری میروم، کمزورچه پگاندار تگمچه هایش قطار، سپس تسمه میبندم این خیل میمانم قدم، 1 و 2 و 3 و 4 عسکری تپ تیار. ای کی کلام میشوم کی عسکری میروم. تاجیکستان یادگار آل سامان منی، چون بهشتی جاودان از نیاگان منی، می پرستم من تو را ای خاک پاک آریان، چون که تو گهواره روح بزرگان منی. با همین برنامه مهرنامه ما که بخشیده بر روز ارتش ملی بود به انجام میرسد و خاطررسان می نماییم که امروز ما قرار داشتیم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکین. اگر خاطر شما را با مهارت این خوانندگان با لیاقت بالیده گردانیده باشیم، خود را خیلی خوشبخت احساس می نماییم. تا برنامه های نوبتی ما را انتظار باشید. خیر.